من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اینجا سوره مبارکه هود شروع میشه. سوره هود یکی از سوره هایی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود شیبتنی سوره هود. سوره هود مرا پیر کرد. چرا؟ بعضی گفتن چون در سوره هود همش ذکر اقوام است، ذکر کفرگویی اقوام، ناسپاسی و ناشاکری و سپس ذکر عذاب. خدا عذابهای مختلف و گوناگون فرستاد. این برای پیغمبر خدا وقتی که تصور میکرد برای امت خودش عذاب را، این سنگین بود، این او را پیر کرد. بعضی میگویند که نه، منظور از این که مرا پیر کرد آیه فاستقم کما امرته هست. استقامت، ثبات، استقامت بسیار سخت است، این او را پیر کرد. والله اعلم. به هر حال این دو مورد را بیشتر ذکر کردند. اما ربط این سوره با سوره گذشته، اولین ربط اینه که شما در آخر خواندید اتبع ما یوحى الیک من ربک. ما یوحى الیک، شما دنبال رو وحی باش، شما پیرو وحی باش. الان اینجا در اول سوره اون وحی بیان شده. اون وحی چی هست؟ کتاب احکمت آیاته. مراد از وحی کتابی هست که آیاتش محکم قرار گرفته. محکم را توضیح میدیم. پس این ربط اول است. ربط دوم اینه که ما در سوره یونس خواندیم که نزد الله عزوجل هیچ شفیعی وجود نداره. ما لکم من دون الله من ولی ولا شفیع. مدعای سوره همین بود. الان در سوره هود این مطلب را میخوانیم که وقتی که شفیع غالبی نیست، پس فقط خدا را در حاجات و مشکلات بخوانید. در سوره هود ذکر فریاد زدن و حاجت خواستن از خدای عزوجل است. و بعد در سومین ربط اینه که ما در سوره یونس خواندیم دلائل عقلی بود بیشتر. هم تلک آیات الکتاب الحکیم، صفت کتاب آمده بود، بیشتر دلائل عقلی بود. یکی دو تا نمونه از عذاب بود، قوم نوح و قوم موسی. اما در سوره هود بیشتر دلائل نقلی هست، نقل از انبیاء گذشته هست و از اقوام گذشته هست. پس اینجا بیشتر دلائل نقلی هست. الف لام را الله اعلم بمراده کتاب احکمت آیاته. ای هذا کتاب، خبر مبتدا مقدر است. این کتابی هست که آیاتش محکم است.
این تمهید مع ترغیب هم است. کتابی که آیاتش محکم است. منظور از محکم بودن چی هست؟ چند تفسیر هست برای احکمت آیاتو. اولین اینه که کتابی هست که آیاتش با هم محکمند، یعنی تناقض ندارند، از تناقض و از تضاد محفوظند و آیاتش برخلاف حکمت و نفس الامر نیستند. مطلبی برخلاف حکمت و برخلاف نفس الامر تو این آیات وجود ندارد. این قول اول. قول دوم، منظور از محکم بودن ابن عباس می فرماید یعنی قابل نسخ نیستن، منسوخ نمیشه. آیات محکم اون آیاتی را گفته میشه که اونها قابل نسخ نیستن. ابن عباس می فرماید یعنی مثل تورات و انجیل قابل نسخ نیستن، اونها آمدن، اونها هم از طرف خدای عزوجل بودن، اما مدت داشتن، مدتشون تا زمان نزول قرآن است. قرآن که آمد ناسخ اونهاست. پس احکمت آیاتو یعنی آیاتش محکمه، مثل تورات و انجیل نیستن. قال ابن عباس لم ینسخها کتاب، یعنی آیات او را هیچ کتابی منسوخ نمی کند، بخلاف التورات والانجیل، بخلاف تورات انجیل که اونها چی شدند؟ اونها منسوخ شدن با آمدن قرآن. پس کتاب احکمت آیاته، کتابی هست که آیاتش محکم. و یکی دیگر چهارمین معنای محکم را عرض کنم. محکم معنایش قبلا شما خواندید، یعنی معلوم المراد، در فهم شما با هیچ چالشی مواجه نمیشید، خوب میفهمید. محکم به اونها میگه مثلا ان الله علی کل شیء قدیر. خب بر شما هیچ پوشیدگی نیست از نظر معنا. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سپس آیات این قرآن مفصل شده. فصلت یعنی چی؟ فصلت از فصل است. فصل به معنی جدا. یک فصل، یک کتاب، یک باب از فصل قبلی چی است؟ جداست. اینجا مطلب اینه که مطالب به صورت جدا جدا بیان میشن، مثل جواهرات. ببین جواهرات در یک سلک چگونه در آورده میشوند. اینجا علامه آلوسی نوشته کالعقد المفصل بالفرائد، مثل اون گردنبندی که با فرائد، فرائد یعنی یک مرواریدها، چگونه مفصل شده. التي تجعل بین اللآلی، اونه که بین مرواریدها گذاشته میشه. الان قرآن یک مطالبش زیبا، مطالب توحید، درباره رسالت، درباره احکام، مواعظ، اینها جدا جدا هر یکی بیان شده. چنانچه میفرماید که التي تجعل بین اللآلی، فرائدی که بین مرواریدها گذاشته میشه. و وجه جعلها كذلك لاشتمالها على دلائل التوحید والاحکام والمواعظ والقصص، اینکه آیات الهی این چنین هستند چون در این توحید هست، احکام هست، وعظ هست، قصص هست، هر یک جدا. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، از جانب اون ذاتی که همه کارهایش با حکمت است و از همه احوال خبر دارد، از جانب او مفصل هر مطلبی یعنی جدا جدا بیان شده. الا تعبدوا الا الله، این الا تعبدوا الا الله هم مدعای سوره هست و هم با احکمت آیاته ثم فصلت مرتبط است. به این معنی ثم فصلت به الا تعبدوا الا الله، آیاتش جدا جدا بیان شده به این مطلب، با این مطلب که الا تعبدوا الا الله، بغیر از الله هیچ کسی را شما پرستش و عبادت نکنید. اننی لکم منه نذیر و بشیر، این جمله معترضه هست
برای فریضه پیامبر که ای پیامبر فریضه تو چی هست؟ به آنان بگو اننی لکم منه، از جانب همون الله هستم، نذیر و بشیر، ترساننده و مژده دهنده. و ان استغفروا ربکم، این تلقین استغفار است، این که استغفار بطلبید از ربتان، از پروردگار معذرت خواهی بکنید. ثم توبوا الی، تلقین توبه، سپس به خدا رجوع کنید. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، خداوند کالای زیبا و بهره گرفتن از دنیا به شما خوب میده، اما تا مدت معین. و یؤتی کل ذی فضل فضله، به هر صاحب فضیلت خداوند درجه فضیلتش را عنایت میکند. و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، اون ابتدا ترغیب بود، الان ترهیب است. نتیجه ترهیب، اگر شما پشت بدهید من میترسم بر شما از عذاب روز بزرگ، که این روز بزرگ روز قیامت است. الی الله مرجعکم، فقط و فقط به سوی الله است مرجع شما، جای رجوع شما. و هو علی کل شیء قدیر، اون ذات بر هر چیز قادر است. ببین دو چیز برای معبود به حق، یکی این که بر هر چیز قادر باشد، توانا باشد. دوم این که بر هر چیز دانا باشد، از هر چیز خبر داشته باشد، علمش محیط به کل شیء باشد، هم حتی ظاهر را هم بداند، باطن را هم بداند، نهان را هم بداند، عیان را هم بداند. لذا الله می فرماید الا انهم یثنون صدورهم، خبردار اینها وقتی که دلا می کنند سینه ایشان را، لیستخفوا من، تا از او مخفی بدارند. الا حین یستغشون ثیابهم، خبردار وقتی که اینها می پوشانند لباسشان را. الله همه چیز را می بیند، می داند. یعلم ما یسرون و ما یعلنون، می داند آنچه که مخفی می کنند، آنچه که ظاهر می کنند. این که مخفی و ظاهر را می داند به جای خود. انه علیم بذات الصدور، بدون شک اون ذات داننده اسرار دل هاست، چه برسد به ظاهر، خدا از دلها هم خبر دارد. ببینید درباره این آیه نوشتند که چطور این آیه نازل شد. بعضی گفتند که بعضی از افراد بودن وقتی که برای وضو، برای قضای حاجت می رفتند، این عقیده توحید که آمده بود که خدا هر جا ما را می بیند، مقداری شرم می کردند، خجالت می کشیدند به وقت قضای حاجت. بعضی ها خودشون را دلا می کردند، بعضی ها چادری پرده می کردند در همون بیابان که خدا ما را نبیند. الله تعالی می فرماید من در هر حال می بینم. و بعضی گفتند که کفار و مشرکین با هم وقتی که بر علیه پیغمبر توطئه می کردند چه می گفتند؟ تفسیر کبیر نقل کرده. این آیه در جواب و در پاسخ گفته اونها، گفته بیشرمانه و بیجای اونهاست. اونها می گفتند روی ان طائفه من المشرکین قالوا، یک گروه از مشرکین گفتند اذا اغلقنا ابوابنا، وقتی که درها را ما ببندیم با هم مشوره داشته باشیم پشت درهای بسته، و ارسلنا ستورنا، پرده ها را هم بکشیم، و استغشینا ثیابنا، و به وسیله لباس خودمون را بپوشیم، و ثنینا صدورنا، و سینه خودمون را حتی هم دلا کنیم علی عداوت محمد، فکیف یعلم بنا، خدایش چگونه میداند؟ این همه در بسته، پرده کشیده و ما خودمون را و سینه من را مخفی کردیم، از کجا میداند؟ الله جواب داد الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا من، آنان سینهشان را دلا میکنند، منظور مخفی میکنند اونچه که در سینه است تا از خدا مخفی کنند. الا حین یستغشون ثیابهم،
خبردار وقتی که آنها لباس را بر خود می پیچند و می پوشند، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، الله از هر چیز میداند، ظاهر را و مخفی را. انه علیم بذات الصدور، این علت است، همانا اون ذات داننده اسرار دل هست. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، الله هر چیز را هم میبیند، میداند و روزی و رزق هر چیزی را هم مقدر کرده، به خدا برمیگردد. نیست هیچ دابه‌ای در زمین، از مورچه گرفته تا فیل، کوچک بزرگ، الا علی الله رزقها، اینجا علا برای وجوب نیست، بنویسید تفضلا، فضل خداست، مگر بر الله است رزق آن. و یعلم مستقرها و مستودعها، الله میداند مستقر آن را و مستودع آن را، یعنی هر دابه‌ای هم خدا مستقرش را میداند، جای قرارش را و جای ودیعتش را. مستقر و مستودع قبلا ما خواندیم که چند تفسیر دارد. ابن عباس می فرماید مستقر یعنی محل زندگی در شب و روز، و یعلم مستقرها، کجا زندگی میکنه، شب کجاست، روز کجاست، تو بازاره، تو عرض کنم خونه هست، در بیابان، در کوه هست، در دنیا همه جا همه حرکات را خدا مشاهده میکنند. و مستودع محل دفن است بعد از مرگ، یعنی جایی که به ودیعت و به امانت گذاشته میشه، اونجا را هم خدا میداند، اینجا را هم خدا میداند. این یک تفسیر. عبدالله ابن مسعود میگه مستقر رحم مادر است، مستودع جای دفن است. بعضی گفتن مستقر رحم مادر است، مستودع کمر پدر است، که این صورتها را شما قبلا خواندید. لذا الله می فرماید کل فی کتاب مبین، همه چیز در لوح محفوظ است، در کتاب مبین است. و هو الذی خلق السماوات والارض، الله می فرماید آن ذاتی است که آفرید آسمان ها و زمین را، فی 6 ایام، در مقدار 6 روز. و کان عرشه علی الماء، عرشش بر آب بود. عرش ببینید چنان بزرگ است که شامل زمین و آسمان هاست. عرش اینها را احاطه کرده. زمین و آسمان در مقابل عرش چنان هستند که در یک بیابان یک چیز کوچک و بسیار معمولی باشد، اون چقدر معلوم میشه؟ زمین و آسمان ها در مقابل عرش این چنین هستند. اما این عرش با عظمت خدا می فرماید بر آب هست. و کان عرشه الماء، یعنی چه بر آب. تفسیر کبیر امام رازی نوشته که این بیانگر قدرت الله عزوجل و بیانگر استغنا و بی احتیاجی خدای تعالی است. چطور؟ می فرماید و کان عرشه علی الماء فیه دلالت علی کمال القدره، در این آیت دلالتی هست بر این که خداوند قدرتش کامل است، من وجود مع وجوده، من وجوه، قدرت خدای عزوجل کامل هست، از چند وجوه اینجا ثابت میشه. الاول ان العرش مع کونه اعظم من السماوات والارض، اولین دلیل اینه که عرش با وجودی که از آسمان و زمین بزرگتر هست، کان علی الماء، پس این عرش بر چی هست؟ بر آب هست. فلو انه تعالی قادر علی امساک الثقیل بغیر عمد لما صح ذلك. این دلالت بر این میکنه که خداوند قادر است هر چیزی را میتواند انجام بده، حتی امساک ثقیل، بار سنگین را امساک بفرماید بدون ستون. اگر این نبود لما صح ذلك، این صحیح نمیشد. کبیر. پس
کان عرشه علی الماء کنایه از بی استغنایی و بی احتیاجی خدا و کنایه از قدرت خداست. لیبلوکم ایکم احسن عملا، این حکمت خلق است. هو الذی خلق السماوات، تا که بیازماید از شما انسانها عمل کی بهتر است. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اما این انسان به قدرت لا یزال فکر نمیکنه که این لا یزالی که این قدرت را داره بر اعاده بعد از مرگ هم قدرت داره. وقتی که خدای عزوجل بحث اعاده بعد از مرگ را میکنه، این انسان انکار میکند. الله می فرماید ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، زجر، اگر بگویی ای پیغمبر که شما همه مبعوث میشوید در روز قیامت بعد از مرگ، لیقولن الذین کفروا، حتما میگوین کفار، ان هذا الا سحر مبین، نیست این مگر جادوی آشکاری هست. سحر ای غرور باطل البطلان، یا سحر مبین باطل مبین. آنان میگویند که این سحری هست که بطلانش آشکار است. اما الله عزوجل در اصل منشأ انکار را بیان میفرماید. اون چیزی که باعث انکار و کفرگویی اونها چیه؟ همین که من اونها را مهلت میدم، مهلت عذاب باعث شده که اینها اینقدر کفرگویی کنن. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة محدودة لیقولن ما یحبسو، این منشأ انکار است. الله می فرماید اگر از آنان عذاب را مؤخر بکنیم تا مدت معینی، الى امت ای الى مدت معدوده، لیقولن ما یحبسو، حتما آنها میگویند انکارا، ما یحبسو، چه چیزی او را نگه داشته، حبس کرده. الله می فرماید الا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم، خبردار روزی که اون عذاب بیاید مصروف از آنها نیست، یعنی جلوگیری نمیشه، به سمت سوی دیگه برده نمیشه. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، بر اونها فرود می آید، احاطه می کند آن عذابی که اونها مسخره می کردند. ولئن اذقنا الانسان، از اینجا الله تعالی زجر، سرزنش، توبیخ بیان می فرماید برای انسان ناسپاس. الله می فرماید اگر ما انسان را بچشانیم از جانب خودمون رحمتی، منظور از رحمت چی است؟ سعه هست، فراخی هست، آبادی هست، بهار هست، صحت و امن و خصب، امنیت هست، سرسبزی و شادابی هست. ثم نزعناها من، سپس این نعمت را از او بگیریم، امنیت را بگیریم، مادیات را بگیریم. انه لیئوس کفور، بدون شک این انسان ناامید میشه. ناامید از چی؟ من الشرکا، من الالهه، از خدایان ناامید میشه و کفور، ناسپاس میشه. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مست، اما برعکس مدتی به او ضرر و آسیب و مشکلاتی رسیده، بعد از این مشکلات اگر خدا بهش نعمت بده چه کار میکند؟ ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، بعد از ضرری که به او رسیده، لیقولن ذهب السیئات عنی، اون میگه دیگه سیئات رفت، مشکلات تمام شد. انه لفرح فخور، این انسان اون وقت چیکار میکنه؟ فرح قبلا خواندیم به معنی مغرور، غرور، در دل غرور دارد. فخور هم فخر غرور را میگن، اما غروری که با جوارح باشد، با دست و پا باشد، با اعضا باشد، یعنی هم در دل مغرور میشه اون وقت، هم به ظاهرش مغرور میشه. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر مؤمنان. منظور اینه که مؤمنان در هر دو صورت، هم حالت نعمت و هم حالت بلا و مصیبت، در هر دو حالت برابرند، یعنی در هر دو حالت بیاد حقا، بیاد ربند. الله می فرماید الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که صبر کردند و عمل صالح انجام دادند.
صبر کردند در چی؟ هم در حسنات و هم در مشکلات صبر کردند، استقامت کردند. اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. این انسان ها، این افراد برایشان مغفرت است و اجر کبیر است. بله، بعضی گفته الا الذین صبروا، صبر کردن فی المحنة والبلاء است، در مصیبت ها و مشقت هاست، و عمل الصالحات شکر کردن است در نعمت الرخاء و شکر فی النعمت والرخاء. اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. کسانی که دارای این ویژگی هستند، مغفرت خدا برای اونها و اجر بسیار بزرگی برای اونها است. مغفرتون دفع مضرت است، اجر کبیر جلب منفعت است. فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک و ضائق به صدرک. مشرکین بعضی چیزها را از پیغمبر میخواستند که شما مثلا این مطالب را برای ما بیان نکن، مثلا خدایان ما را بد و بیراه نگو، سب و شتم نکن. الله تعالی گرچه می فرماید فلعلک تارکن بعض ما یوحى الیک، شاید تو ترک کنی. این اما شاید به معنای محال هست، فرضیت هست. یعنی اگر شما ترک کنی بعض آنچه که وحی شده به سوی شما، و ضائق به صدرک، و اگر تنگ هست سینه شما، به صدرک، به مبدل منه است، ان یقولو بدل است. از چی تنگ است سینه شما؟ از این که مشرکان میگویند لولا انزل علیه کنز، چرا بر او خزانه نمیاد، او جاء معه ملک، چرا با او فرشته همراه نیست. اگر این سینه شما تنگ باشد، بدان ای پیغمبر که شما پیغمبر خدا هستید، مختار کل نیستی. انما انت نذیر، جزی نیست که شما ترساننده هستید. والله علی کل شیء وکیل، اون الله است که بر هر چیز مختار است، بر اختیار هر چیز به دست او هست. یعنی شما مختار نیستی، در اختیار شما ای محمد نیست. ام یقولون افتراه، اینجا زجر هست و توبیخ هست. آیا اینها میگویند پیغمبر از خود درست کرده؟ اگر از خود درست کرده، زجر بر انکار قرآن. اگر از خود درست کرده، شما 10 سوره بیاورید. شما چند سوره بیاورید؟ ابتدا این 10 سوره بود، آخر بود که 1 سوره بیاورید. الله می فرماید قل فأتوا بعشر سور مفتریات، به آنان بگو که 10 سوره که افترا باشند، یعنی از خود درست کرده باشند بیاورید. و نه تنها خودتان کار بکنید، بلکه همه خدایانتان را برای کمک فرا بخوانید. و دعوا من استطعتم من دون الله، بخوانید هر کسی را که می توانید بغیر از الله. ان کنتم صادقین، اگر در این ادعا شما راست میگویید. فإن لم يستجيبوا لكم، اگر نتوانستن اجابت کنند، که نمیتوانند، فاعلموا انما انزل بعلم الله، وقتی که این کتاب معجز ثابت شد، اونها را عاجز کرد، شما بعد از اون یقین کنید، باور کنید که انما انزل بعلم الله، آنچه که وحی نازل شده به وحی الهی هست. همه چیز را الله خودش نازل کرده. و الله اله الا هو، و یقین کنید که هیچ معبودی بغیر از الله نیست. فهل انتم مسلمون، آیا شما تسلیم میشید؟ این استفهام طلبی هست، یعنی وقتی که هیچ معبودی بغیر از الله نیست، پس تسلیم بشید. اما چیزی که مانع انسان گاهی میشه، اون زندگی دنیاست. الله تعالی در رابطه با بی ارزش بودن دنیا میفرماید که این زیاد
دائمی نیست، ابدی نیست. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، هر کسی بخواهد دنیا را و زینت دنیا را، مثل این مشرکان قریش، نوفی الیهم اعمالهم فیها، ما کامل میدیم به سوی آنها اعمالشان را در همین دنیا، و هم فیها لا یبخسون، و آنان در این دنیا لا یبخسون، بخس میگوین کمی را، یعنی کم کرده نمی شود از آنان. چی کم کرده نمی شود؟ مفسرین گفتن یعنی لا یمنعون من الرزق، از رزق اونها چیزی کم نمیشه. به سبب عمل کرده شنی، به سبب شرک کفر، خدای عزوجل رزق را از اونها نمیگیرد، به اونها رزق فراوان میده، کامل میده. اما اینها، پس اینا مشکلشون، ای بکارشون که وقتی که زیاد هست در کجا با مشکل مواجه میشوند؟ الله میفرماید در آخرت، نه در دنیا. اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار، این افراد کسانی که لیس لهم نیست در آخرت برای آنها بغیر از آتش، و حبط ما صنعوا فیها، و در قیامت همه آنچه که در دنیا کردن برباد میشه، و باطل ما کانوا یعملون، ضایع میشه آنچه که عمل کردن. ببینید اینجا معلوم میشه که از این آیه معلوم شد که اگر انسان عمل نیکی انجام بدهد، عمل نیکش در دنیا برایش تأثیر گذار است، نتیجه میگیرد. مثلا در دنیا خدمت کرده برای انسانها را راحت رسونده، خب نوفی الیهم اعمالهم، اگر در دنیا نمیخواد آخرت را، پس در همین دنیا ما اعمالشان را به اونها کامل میدهیم، یعنی پاداش عملشون را تا برای چیزی نموند. در همین دنیا روح ریحان مشکلی ندارد، همه چیز وفق مراد پیش میره، هیچ دردسری ندارد، پس پاداش کفار را خدا میدهد. اما در دنیا بسیاری از کفار هستند که پاداششون در دنیا به چه صورت داده میشه؟ به وسیله نصیب شدن ایمان. یعنی یک کسی که خیلی خوب بوده، نیک عمل بوده، نیک صفت بوده، اون چی می شود؟ اون را خدا ایمان نصیب می کند، او به توحید ایمان می آورد. این هم یک پاداشی هست در دنیا، اما چنان پاداشی هست که آخرت او را هم تضمین می کند. لذا الله می فرماید در آخرت اعمالشون برباد است، نه در دنیا. و حبط ما صنعوا فیها، بنیستی در قیامت هر چی که کردند اونجا برباد میشه. و باطل ما کانوا یعملون، اعمالشون ضایع میشه. پس این ضایع شدن اعمال و حبط اعمال در آخرت است، در دنیا نیست. افمن کان علی بینة من ربه، اینجا دلیل خدای عزوجل برای حقانیت پیغمبر ذکر میفرماید. الله میفرماید آیا اون پیغمبری، اون انسانی که بر بینه باشد از جانب رب، بینه دارد یعنی دلائل دارد، و یتلوه شاهد، یتلوه یعنی یتبعه، شاهدی هم او را دنبال میکند، یعنی گواهی هست که او را تقویت میکند. یتلوه ای یلحقه و یتبعه، مراد از شاهد هم قرآن هست. منهم ای من الله، از جانب خدا، یعنی قرآن که از طرف خداست هم او را چی میکند؟ تایید میکند. و نه تنها این قرآن اولین کتاب نیست، و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، قبل از این قرآن کتاب موسی بوده که راهنما بوده، امام بوده از نظر علمی، و رحمتا رحمت بوده از نظر عملی. اولئک یؤمنون به، این افراد ایمان میآورن به قرآن. یعنی اینجا اشاره است به بعضی از علماء بنی اسرائیل که وقتی که در کتابهای اونها ذکر قرآن است و اونها قرآن را میبینند، به قرآن و به پیغمبر ایمان میآورند. و من یکفر به من الاحزاب، هر کسی به قرآن کفر کند از همه گروه ها،
فالنار موعده، آتش موعدش هست. فلا تک فی مریة من، شما نباش در شک از اون، از قرآن. انه الحق من ربک، همانا این حق است از جانب ربت. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثر مردم ایمان نمی آورند به قرآن، باور ندارند. و من اظلم، باز زجر و تخفیف اخروی برای کسی که تکذیب میکند. چه کسی ظالم تر از اون کسی که افترا بر خدا میگوید، افتراء دروغ. اولئک یعرضون علی ربهم، تمام افترا کنندگان، تمام دروغگویان عرضه میشوند در روز قیامت در محضر رب. و یقول الاشهاد، آنجا گواهان میگویند. گواهان کی هستند؟ یا فرشته ها هستند یا انبیا هستند که بر علیه امتهای خودشون گواهی میدن. شاهدان میگویند این تذلیل مجرمان است. هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، اینها کسانی هستند که کذب گفتن بر پروردگارشان، یعنی تکذیب کردن، باور نکردن، ظلم کردن اینها. الا لعنت الله علی الظالمین، خبردار لعنت خدا بر ظالمین، بر مشرکین. ظالمین چه کسانی هستند؟ الذين يصدون عن سبيل الله، آنانی که جلوی راه خدا میگیرند، یعنی مشرکان. و یبغونها عوجا، و در راه خدا عوج میطلبند، کجی میطلبند، یعنی میخواهند که مردم ایمان نیاورند. پس کجی و عوج را با چی میطلبند؟ بنویسید با شبهات، یعنی در مقابل توحید چی؟ شبه افکنی میکنند، فرافکنی میکنند. الله میفرماید و یبغونها عوجا، در آن عوج و کجی میخواهند. و هم بالآخرت هم کافرون، هم به توحید منکرند، هم به آخرت منکرند، معاد را هم قبول ندارند. الله میفرماید اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، این انسان ها خدا را عاجز نمی کنند. این نفی قدرت، یعنی اینا قدرتی ندارند، اینا نمیتونن فرار کنند، اینا نمیتونن در برند، اینا نمیتونن مخفی بشند. و ما کان لهم من دون الله من اولیاء، برای آنها بغیر از الله هیچ ولی نیست، هیچ حامی نیست. یضاعف لهم العذاب، برای اینها و هم بالآخرت هم کافرون. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم، این نفی شفاعت قهری هست، یعنی اینها قدرت ندارند و قدرت دیگری هم نیست که به کمک اینها و بیاری اینها بیاید. یضاعف لهم العذاب، برای اینها عذاب چند برابر میشه. به دلیل چی؟ به دلیل ضلال و اضلال، هم خودشان گمراه هم دیگران را گمراه کردند. ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون، اینا در دنیا چنان خدا از اونها گرفته بود صلاحیت ها را که نمی توانستن گوش کنند، نمی توانستن ببینند حق را. بنویسید به دلیل غایت عناد، چون که خیلی عناد داشتند. اولئک الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که خودشون را، نفسشون را، جانشون را در خساره واقع کردند. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، گم شد از آن معبودان باطلی که اینها افترا می گفتند. در دنیا می گفتند این معبودان به داد ما می رسند، اونا گم شدند، به دادشون نرسیدند. اولئک الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که خودشان را در زیان واقع کردند. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، گم شد از اونها معبودان باطلشان. لا جرم انهم فی الاخرة هم الاخسرون، الله می فرماید لا جرم یعنی لا محاله، بدون شک، غیر از این سخنی دیگه نیست که اینها در آخرت از اخسرین انسان ها هستند. یکی از خاسر، یکی از اخسر، از همه بیشتر ضرر و زیان دیده این انسان ها از اونها هستند. ان الذين، در مقابل این تخویفی که برای کفار ذکر شد، برای معاندین ذکر شد،
الان بشارت برای مؤمنان. الله می فرماید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون شک کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. و اخبتوا الى ربهم، اخبات به معنی تواضع، به معنی فروتنی، یعنی به سوی رب اونها تکبر نکردند بلکه فروتنی را اختیار کردند، تواضع را اختیار کردند. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. الله می فرماید اینها اهل بهشتند، همیشه در آن بهشت ماندگارند. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. خب صفات هم مشرک بیان شد، هم صفات مؤمن. مشرک همون بود که یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع، نه گوش میکنه حق را، نه حق را میبینن، عذابشون دبل، چند برابر. و بعد مؤمن بیان شد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. حال الله میفرماید مثال هر دو فریق، یعنی مشرک و مؤمن، کالاعمی والاصم، مثل اعمی و اصم است. یعنی یکی از این دو گروه اعمی و اصم است، نمیبیند نمیشنود، و یکی دیگر والبصیر والسمیع، هم میبیند و هم میشنود. اولی مشرک است، دومی موحد است. هل یستویان مثلا؟ آیا این هر دو صفت با هم برابرند؟ هرگز. اونی که میبیند میشنود با اونی که نمیبیند و نمیشنود. افلا تذکرون، آیا پند و اندرز نمیگیرید شما؟ خب تا اینجا دلائل عقلی بودند، از اینجا به بعد دلائل نقلی تقریبا تا آخر سوره ادامه خواهند داشت. سوره یهود مشتمل بر دلائل نقلی زیادی هست. دلیل نقلی از قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ابراهیم، لوط، شعیب، موسی، حدوداً 6-7 تا دلیل نقلی هست که حاصل همه اینها اینه، خلاصه همه اینها اینه: پیامبران پیش این اقوام آمدند، حق را عنوان کردند، عرضه کردند، آنانی که نپذیرفتند به عذاب خدا گرفتار شدند. در این دلائل همینو میخوانیم. ما از آنجایی که ما این دلائل را قبلا خواندیم و بعضی احوال را با تفصیل هم خواندیم، ما انشاءالله به ترجمه، به خاطر اینکه مقداری عقب هستیم، به ترجمه اکتفا میکنیم و آیات را میخوانیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. دلیل اول از قوم نوح، انی لکم نذیر مبین، تخویف اجمالی هست. ای قوم، من برای شما نذیر آشکاری هستم. الا تعبدوا الا الله، این مقصد تبلیغ. هدف ارسال چی بود؟ هدف تبلیغ نوح علیه السلام چی بود؟ این مطلب که الا تعبدوا الا الله، شما پرستش و عبادت نکنید کسی را بجز الله. خب انی لکم نذیر مبین تخویف اجمالی بود. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم تخویف تفصیلی هست که نذیر مبین از چی هستند، از چی چیزی می ترسانم. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، من می ترسم بر شما از عذاب روز دردناک. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، رؤسا درباریان بزرگان گفتند از قوم نوح: ما نراك الا بشرا مثلنا. چند تا حماقت داشتند.
حماقت اولشون معتقد بودند که پیغمبر نمیتونه بشر باشد. ما نراک الا بشرا مثلنا، نمی بینیم تو را مگر بشری مثل خود ما هستی. این حماقت اول. حماقت دوم، و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. حماقت دوم اینه که افراد پایین جامعه از تو پیروی می کنند، فقرا، ناداران، مستمندان. و ما نمی بینیم شما را که پیروی کنند مگر کسانی که اراذل ما هستند. ارذل یعنی پستر، پایینتر. از چه نظر ارذل هستند؟ بنویسید به اعتبار کسب و مال و نسب، هم از نظر شغل درآمد، هم از نظر مال سرمایه، و هم از نظر نسب. از هر جهت پایینترند. و بادی الرأی، بادی الرأی یعنی ظاهر الرأی هستند، رأی و دیدگاه عمیقی ندارند. بادی الرأی گفت همون که رأی را صادر میکنه بلا فکر، بلا تفکر. بادی الرأی دو تا معنی میتونه باشه. یکی این که بادی الرأی فکر فقط ظاهر را نگاه میکنه، حقیقت را نگاه نمیکنه. یکی بادی الرأی یعنی بدون فکر، بدون نظر رأی صادر میکنه. ای اتبعک فی بادی الرأی ای بلا فکر. اتبعک فی بادی الرأی یعنی بدون فکر، همین که شنید قبول کرد. یا اینکه او فی الظاهر لا فی الحقیقه. بادی الرأی این است که ظاهرا بهت ایمان آورده، حقیقت نیست. خلاصه اونها به نوح علیه السلام این اشکال را وارد کردند. حماقت سومشان، و ما نرا لکم علینا من فضل، نمی بینیم برای شما بر ما هیچ فضلی، یعنی شما بر ما هیچ برتری ندارید، چرا به شما پیغمبری داده شده. و حماقت چهارم، بل نظنکم کاذبین، بلکه ما شما را کاذب میپنداریم، شما خلاف میگویید. اما نوح علیه السلام جواب میده و نوح علیه السلام چند مطلب میفرماید. اول، قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی، ای قوم به من خبر بدهید اگر من بر بینه باشم از جانب ربم. بینه، دلیل داشته باشم، مدرک داشته باشم. و آتانی رحمتا من عنده، و رب به من رحمتی از طرف خودش بده. آتانی رحمتا این کنایه از نبوت است، یعنی نبوت به من بده خدا. فعمیت علیکم، اون نبوت بر شما پوشیده باشد، مخفی باشد، یعنی شما درکش نکنید، شما متوجه نباشید. انلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا ما بر شما الزام کنیم آن را چی را؟ همون بینه را یا همون رحمت را. رحمت تفسیرش چی بود؟ نبوت. یعنی شما را ملزم کنیم به پذیرش نبوت، شما را ملزم کنیم، مجبور کنیم به پذیرش بینه و دلیل. و انتم لها کارهون، در حالی که شما آن بینه را نمی پذیرید، شما نسبت به اون اکراه دارید. مطلب چیه؟ مطلب اینه که ای قوم، وقتی که خدای عزوجل به من بینه داده، به من رحمت داده، دلیل دارم، مدرک دارم، ولی بر شما پوشیده است، شما باور نمی کنید. آیا من میتونم مجبور کنم شما را که حتما این نبوت را بپذیرید؟
در حالی که شما نمیپسندید، شما مکروه میدانید. خب و انتم لها کارهون، لها گفتن ضمیرها به شهادت الله اله الا الله، و بعضی گفتن لها قیل الى الرحمه و قیل الى البینه، ای نلزمکم قبولها، من شما را مجبور کنم شما حتما اون نبوت را بپذیرید، اون بینه را، اون کلمه توحید را نمی کنم، شما خودتون فکر کنید. و یا قوم لا اسألكم علیه مالا، این رفع مانع برای ایمان است. ببین کجای شک کنید که طرف از شما پول میخواد، منفعتی برایش داره، برای من چه منفعتی داره؟ منفعت مادی. ای قوم نمی طلبم من از شما هیچ مالی، ان اجری الا علی الله، اجر من و پاداش من نیست مگر بر الله. و اون حماقت که شما گفتی حماقت دوم، که این فقیر فقرا را اینها را طرد کنم، و ما انا بطارد الذین آمنوا، من طرد نمی کنم کسانی را که ایمان آوردن، اینها را از خود دور نمی کنم. انهم ملاقو ربهم، علت این است که اینها رب را ملاقات می کنند، اینها فردا به ملاقات الله می روند، اینها با روح و ریحان با نعمت الله مواجه می شوند. ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما شما را می بینم قوم جاهلی هستید. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، ای قوم چه کسی مرا یاری می کند از عذاب خدا اگر آنها را طرد کنم؟ اینها مقربان خدا، اینها محبوبان خدا. افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ متوجه نیستید؟ من نمیتوانم چنین کاری بکنم. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، خب قوم میگفتن چرا بشری، قوم میگفتن چرا پول نداره، چرا مال نداره، چرا همه اینها را جواب میده. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، اینا از لوازم نبوت نیستن. لازم نیست که پیغمبر سرمایدار باشه، لازم نیست که پیغمبر علم غیب بداند، خیر اینها لازم نیستن. و من نمیگویم برای شما که نزد من خزائن الهی هستند، ولا اعلم الغیب، و نه اینکه میگویم غیب میدانم، پس غیب هم از لوازم نبوت نیست. ولا اقول انی ملک، اینکه میگه چرا بشر هستی، من بشرم، نمیگویم ملکم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، و من نمیگویم به آنانی که تزدری اعینکم، تحقیر شمرده آنها را چشمان شما، یعنی از نظر چشمان شما حقیرند. من نمیگویم که لن یؤتیهم الله خیرا، هرگز خدا به اونها خیر نمیده، خدا به اونها ثواب میده، خیر میرساند. الله اعلم بما فی انفسهم، چون اونها گفتن بادی الرای، هم اراذلنا بادی الرای. بادی الرای برای شما دو تفسیر عرض کردم، یکی اینکه بلا تأمل و بلا فکر اینها قبول کردن، دنبال دلیل نیستند، همین که گفتی پیغمبرم قبول کردن. بقیه مفسرین همین تفسیر را میکنن. اما شیخ رحمه الله فرمود که بادی الرأی یعنی فی الظاهر، اینا ظاهرا با تو هستن، در دل نیستن. از اینجا معلوم میشه که تفسیر شیخ درسته که جواب میده نوح الله اعلم بما فی انفسهم، خدا میدونه اون چی که در دلشون هست، از ته دل ایمان آوردند، حقیقی یا ظاهری من نمیدونم. انی اذا لمن الظالمین، این در صورت طرد است، اگر طردشان بکنم از ظالمان میشم. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بعد از اینکه از دلائل عاجز شدند، عناد قوم را ببین، گفتند ای نوح قد جادلتنا، با ما جدال کردی، فاکثرت جدالنا، هم زیاد جدال کردی درباره
موضوع توحید. تو که میگی اگر ما قبول نکنیم عذاب میاد. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، مطالبه عذاب. بیاور آنچه که وعده میکنی، این کنت من الصادقین فیما تقول، در اون چه که میگویی راست میگی، بیار عذاب را. نوح علیه السلام جواب میده عذاب به دست من نیست. قال انما یأتیکم به الله، جز این نیست که الله آن عذاب را میآورد ان شاء، اگر خدا بخواد. و ما انتم بمعجزین، و شما نیستید عاجز کنندگان، یعنی نمیتونید از عذاب خدا در برید. بمعجزین ای بفائتین من عذاب الله بالهرب، با گریختن، با مخفی شدن، با فراری شدن نمیتونید در برید. در دنیا میتونید از پیش حکومت ها بگریزید، از این کشور بری کشور دیگه، در همین کشور مخفی بشی، دولت عاجز بشه نتونه شما را دستگیر کنه، ولی از پیش خدا نه، اونجا نمیتونی عاجز کنی. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، نصح من و خیر خواهی من فایده ندارد اگر من بخواهم شما را خیر خواهی کنم، بالخصوص در زمانی که ان کان الله یرید ان یغویکم، اینم به دلیل عناد است. چون خدا چرا شما را گمراه میکنند؟ چون عناد دارید. اگر الله بخواهد ان یغویکم ای یضلکم، شما را گمراه کند، من نمیتونم کاری برای شما بکنم. هو ربکم و الیه ترجعون، این علت از او رب شماست و فقط به سوی او برگردانده میشوید. خب باز هم زجر توبیخ، اونا میگفته این را از خود میگوید. ام یقولون افترا، آیا میگویند که این را از خود درست کرده، قرآن را، وحی الهی را؟ قل ان افتریته فعلی اجرامی، اگر من از خود گفتم عقوبت من، جرم من، گناه من بر من، اما من از شرک شما هم بیزار. و انا بریء مما تجرمون، از جرمی که شما میکنید. جرمشون چی بود؟ من الشرک و تکذیب الحق. ای ام یقولون افتراه یعنی اختلقته و افتعلته، این را از خود درست کرده، از خود ایجاد کرده. چرا؟ یعنی الوحی و الرساله. پس جواب بده اگر من گفتم بر من. خب و اوحی الی نوح، الان تتمه داستان نوح، آخر داستان به کجا انتها پذیرفت، به کجا تمام شد؟ الله می فرماید و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک، وحی شده به سوی نوح اینکه هرگز ایمان نمی آورد از قوم تو، الا من قد آمن، مگر آنکه ایمان آورد. فلا تبتئس بما كانوا یفعلون، شما ناامید نباش به اون چی که آنها انجام میدهند، یعنی کفر میکنند، مسخره میکنند، استهزاء میکنند. شما ناامید نباش و اینها دیگه ایمان نمی آورند. ببینید خداوند، بعضی میگن نوح علم غیب میدانست که گفت خدایا اینا دیگه ایمان نمی آورند، خدا خودش بهش گفته بود. و اوحی الی نوح، به سوی نوح چی شد؟ وحی شد. لذا مقدمات عذاب، واصنع الفلک باعیننا و وحینا، کشتی را بساز باعیننا ای بمرء منا، زیر نظر ما، و وحینا یعنی حکم ما، دستور ما، الهام ما. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ای نوح سفارش نکن مرا، خطاب نکن یعنی سفارش نکن در باره کسانی که ظلم کردن، هر کسی شرک کرده. انهم مغرقون، آنان غرق می شوند همه. و یصنع الفلک ای کان یصنع، نوح داشت کشتی را درست می کرد. و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، بازم حماقت قوم، هرگاه مرور می کرد بر نوح ملأ من قومه، یکی از سرداران قوم
یکی از درباریان سخروا منه، او را مسخره میکردن. نوح علیه السلام گفت قال ان تسخروا منا، اگر شما امروز ما را مسخره میکنید فانا نسخر منکم، فردا ما شما را مسخره میکنیم در قیامت، کما تسخرون، همانطور که شما مسخره میکردید، یعنی سواء بسواء، برابر. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی، ان قریب شما میدانید، بعد حین، تعلمون بعد حین، بعد از مدتی اندکی میدانید که من یأتیه عذاب یخزی، چه کسی هست که عذاب رسوا کننده، عذابی که او را رسوا کند پیشش میاد. نحن ام انتم، ما یا شما، ماییم یا شمایید. میدانید من یأتیه عذابون میسته در دنیا، در همین دنیا عذاب میآید، میدانید شما. و یحل علیه عذاب مقیم، میدانید چه کسی است که بر او عذاب دائم فرود میآید. حتی اذا جاء امرنا و فارت التنور، الله وقت عذاب را میفرماید، وقتی که امر ما آمد و تنور فواره زد، جوشید. ببینید فواره زدن تنور یعنی چه؟ بعضی گفتن معنی حقیقی هست، تنوری که توش نان میپزیم اونجا دیگه خبری از آب نیست. اما معجزه خارق العاده برای نوح علیه السلام گفته شد عذاب، علامت عذاب اینه که اول از تو تنوری که شما نان درست میکنی، از این تنور فواره میزنه، آب میزنه بیرون. پس این علامت شروع عذاب بود. یعنی ای نوح وقتی که این شد شما شروع کنی به سوار شدن. بعضی گفتن وفار تنور این کنایه است، حقیقت نیست. فار تنور کنایه هست. کنایه از چی هست؟ از غضب خداوند. حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، تنور فوران زد. تو تنور معمولا چی هست؟ آتش. آتش وقتی که فوران میزنه یعنی شعله میزنه، این زمانی هست که آتش خیلی شدیده، خیلی غضبناک است. پس وفار التنور کنایه هست از چی؟ از اینکه خداوند خشمش، غضبش به جوش آمده. زمانی که قومی پیامبران را اذیت کنند، مسخره کنند، این حالت پیش میاد. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین. خداوند از اینجا معلوم میشه که طوفان جهانی بود و الا حیوانات را در یک گوشه حیوانات را زنده نگه می داشتن. الله دستور داد از هر گروهی، از هر حیوانی جفتی به خاطر بقای نسلشون بردارد تو کشتی. قل نحمل فیها من کل زوجین، از هر یک دوتا، اثنین دوتا، این تأکید زوجین است، منظور از زوجین نوع نیست، نر و ماده هست. و اهلک الا من سبق علیه القول، و همچنین اهلت را مگر کسی که سبقت کرده بر او، یعنی قول عذاب، قبل عذاب برایش فیصله شده. و من آمن، و هر کسی که ایمان آورده اونا را بردار. احمل من آمن، هر کسی که ایمان آورده حمل کن، سوار کن. اما الله می فرمه و ما آمن معه الا قلیل، به او ایمان نیاورد مگر اندک. بعضی گفتن 70 نفر، بعضی گفتن 80 نفر، 80 مرد 80 زن. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها و مرساها، الله فرمود سوار بشی در آن کشتی به نام الله، به نام اللهی که جاری کننده او هست و قائم کننده او هست، او را بلند می کند. یعنی این قوت خداست نه قوت خدایان. ان ربی لغفور رحیم، همانا رب من بخشاینده و مهربان است. الله توصیف می کند عذابش را به چه صورت بود. و هی تجری بهم فی موج،
کشتی جاری بود میرفت و میبرد آنها را در موج مثل کوها. کسانی که تو کشتی سوار بودند مثل این میماند که در موج بودند و موجها مثل کوه بودند. و نادى نوح ابنه، این به عنوان آخرین دعوت. نوح فرزندش را ندا کرد، دعوت داد. بعضی میگویند که نوح همین وقت متوجه شد که فرزندش مسلمان نیست. قبلا جلوی پدر ظاهر نمی کرد، نفاق داشت. اما اینجا چون که منافقان هم باید عذاب می دیدن، اینجا نیامد، سوار نشد. نوح او را صدا زد و کان فی معزل، اون بچه در یک گوشه بود. گفت یا بنی ارکب معنا، ای پسرک، ای فرزندم، بیا سوار شو با ما، ای فی السفینه، ولا تکن مع الکافرین، با کافران نباش. اما اون هم تو سرش عقل نبود. اون گفت من روی این کوه میرم، هرچی آب باشه کوه را که نمیگیره. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، ای لا ارکب معکم، با شما سوار نمیشم، ام قریب من بالا میرم به سوی کوهی که یعصمنی من الماء، این کوه مرا از غرق شدن از آب حفاظت بکنه. معلوم میشه که کوه هرچی بلند بودند آب از کوه هم بالاتر رفت. نوح علیه السلام گفت قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، نیست عاصمی امروز، یعنی حفاظت کننده از امر خدا. عاصم اینجا به معنی عرض کنم که ذات عصمه هست، یعنی کسی که معصوم بماند، محفوظ بماند. مثل تامر، تامر به چی میگن؟ ذات تمر. لابن میگن ذات لبن، کسی خرما داشته باشد، کسی شیر داشته باشد. عاصم یعنی کسی که عصمت داشته باشد از امر خدا، نیست کسی دیگه، یعنی هیچ کسی معصوم و محفوظ نیست الا من رحم، مگر کسی که خدا بر او رحم کند. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، حائل شد بین دوتا پدر و پسر موج، این پسر بیچاره از مغرقین شد، غرق شدگان جلوی چشمان پدر. سبحان الله، بی نیاز از خدا. پیغمبر این همه تبلیغ کرده، 950 سال، مدت کمی نیست، جایگاهش چقدر رفیع است. ولی این پیغمبر هم اگر چیزی بخواد، تا زمانی که رب نخواد نمیشه. الله مقدر کرده که فرزندش بدون ایمان بره به عذاب گرفتار بشه. پیغمبر که میخواهد نمیتواند اون تقدیر الهی را جابجا کند. وقیل یا ارض ابلعی، بعد از غرق کفار، بعد از نابودی کفار گفته شد وقیل یا ارض ابلعی ماءک، گفته شد ای زمین ببلع آبت را فرو ببر، و یا سماء اقلعی، و ای آسمان اقلعی، ای امسکی عن صب الماء، باز بیا دیگه آب نریز. و غیض الماء، الله می فرماید آب کم شد. و قضی الامر، و امر فیصله شد. فیصله شد امر چی بود؟ عذاب. عذاب فیصله شد. و استوت علی الجودی، و بر کوه جودی کشتی مستوی شد، قرار گرفت. ای استقرت السفینه، و استوت ای استقرت السفینه، این سفینه بر جودی. جودی کجا هست؟ بعضی گفتن در ملک شام هست، بعضی گفتن در موصل عراق هست، بعضی گفتن در ارمنستان شمال است، ارمینیا. قیل فی ارمینیا و قیل فی موصل، والله اعلم. الله تعالی فقط نامش را ذکر کرده،
موقعیت جغرافیاییش را بیان نکرده. برای ما همین قدر کافی است، کجا بوده مهم نیست. و قیل بعدا للقوم الظالمین، بعد از هلاکت گفته شد دوری برای قوم ظالم، اینایی که ظلم کردند. الان نوح علیه السلام بعد از غرق یا قبل از غرق، علما گفتن این قبل از غرق است، نوح علیه السلام ندا کرد، دعا کرد. عرض کردم نوح علیه السلام هرچی بخواهد، نه، هرچی رب بخواهد. و نادا نوح ربه، ندا کرد نوح ربش را، پروردگارش را. فقال رب ان ابنی من اهلی، بار الها فرزند من از اهل من است، از اهل و عیال اهل بیت من است. و ان وعدک الحق، همانا وعده تو وعده حق است. و انت احکم الحاکمین، تو بهترین فیصله کننده و بهترین حاکم هستی. قال یا نوح انه لیس من اهلک، الله فرمود ای نوح همانا این فرزند این کنعان از اهلت نیست، انه عمل غیر صالح، همانا برای این عملی هست عمل غیر صالح، عملش صالح نیست، این بد عمل است. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، سؤال نکن از من آن چیزی که علمش را ندانی. بچهت بد عمل است، چطور خدا این را نجات بده؟ انی اعظک ان تکون من الجاهلین، من تو را موعظه می کنم اینکه از جاهلان نباشی. سبحان الله، ایمان پیغمبر چطور زود تسلیم میشه، نمیگه خدای آخه فرزند من است، دلبند من است، دوستش دارم، نه، فوراً معذرت خواهی میکند. این هست مسلک انبیا، تسلیم و رضا، هر چی که رب فیصله بکند تسلیم شدن. قال رب انی اعوذ بک، بار اله من پناه میبرم به ذات تو، ان اسألک ما لیس لی به علم، این که از این به بعد سؤال کنم چیزی بخواهم آنچه که من علمش را ندارم. و الا تغفر لی، ببین در این مناجات میتونیم جایگاه انبیا را ببینیم در مقابل خدا. انبیا خیلی جایگاهش بلنده، عظیم الشأن است، بالخصوص پیغمبری که 950 سال برای دین خدا کتک خورده، زحمت کشیده. اما ببین در مقابل الله، اولیاء الله، انبیا، ائمه، صالحین، بزرگان، هر چی باشند، اما کجا اونها و کجا خدا؟ با اونها محبت داشته باشیم، ولی نه اینکه صفت خدایی بهشون بدیم، از اونها حاجت بطلبیم. لذا نوح علیه السلام با چه عجزی، با چه انکساری چی میگه؟ و الا تغفر لی و ترحمنی، ای خدا اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی، اکم من الخاسرین، من از خساره کنندگان، از زیانکاران میشم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. خاتمه داستان نوح است. الله می فرماید ای نوح فرود بیا با سلامتی از جانب ما، هر جا باشی ایمن باشی، سالم باشی. و برکات علیک، و برکات رب العالمین بر تو، نه تنها بر تو، علی امم ممن معک، بر تمام امتها، یعنی جماعت هایی که اونهایی که با تو هستند، هر کسی که در توحید، در یکتا پرستی، در عبادت رب با تو هست، بر همه سلام، بر همه برکت. و امم سنمتعهم، غیر از اینها امم دیگر هستند. ببین و علی امم ممن معک شامل ماهایی هم میشه انشاءالله که اگر بر عقیده نوح باشیم،
بر ایمانی که نوح دارد، دیدگاهی که نوح دارد. اما غیر از این جماعت ها الله می فرماید جماعت های دیگری در دنیا خواهند آمد. و امم سنمتعهم، امم دیگر، گروه های دیگر، جماعت های دیگر در دنیا خواهند بود. فی الدنیا بنویس، ما آنها را متاع میدیم. ثم یمسهم منا عذاب علیم، سپس به آنها میرسانیم، به آنها میچشانیم، مس میکند آنها را، میزند آنها را از جانب ما عذاب دردناک، یعنی عذاب اخروی. خب اینجا این تتمه اولین داستان هست، داستان نوح علیه السلام. قبل از اینکه تخویف دوم را، نمونه دوم را الله عزوجل ذکر کند یا دلیل نقلی دوم را، در وسط جمله معترضه بر صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خلاصش اینه که ای پیغمبر، این داستان و امثال این داستان اینها دلیل هستند که بر شما وحی می آید، و الا شما ناخوانده، به مکتب نرفته، قوم شما هم امی، قبل از این نه شما از اینا خبر داشتین نه قوم شما خبر داشت. این اخبار را از کجا میاری؟ این بیانات را از کجا تعریف میکنی؟ دلیلی دیگر نیست مگر اینکه قطعا پیغمبر خدا هستی، بر تو از سوی او وحی می آید. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، الله می فرماید این از اخبار غیب است که ما وحی می کنیم آنها را به سوی تو. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نمیدانستی اینها را ای محمد محبوب، نه تو و نه قومت قبل از این، من قبل هذا. پس فاصبر، این درس را از داستان نوح بگیر. فاصبر، نوح بالاترین صفتش که نمایان و بارز هست چیه؟ صبر، تحمل. پس تو هم مثل نوح صبر کن. ان العاقبت للمتقین، فاصبر كما صبر نوح علیه السلام على البلاء. ان العاقبت للمتقین، همانا عاقبت و انجام خوب، عاقبت محموده، المحموده جلاله نوشته، برای متقیان است. متقیان نتیجه خوب میبینند، ولو اینکه چند روزی در دنیا زجر و شکنجه سختی ها ببینند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل